سلام بچه ها، خوش اومدیم به اولین ویدیوی من از بازی 911. به خاطر اینکه من اولین اسم من ببخشید یادم رفت اسمم معرفی کنم. اسم من محمد امینه. به خاطر اینکه اولین بارم دارم ویدیو میگیرم، امکانات و این چیزا ندارم براتون تصویر اون چیزامو نشون بدم. به خاطر همین بعد چند روز دیگه میگیرم این وسایل رو قشنگ‌تر میتونیم بازی کنه. این اولین ویدیوی من از 911 بچه ها. بدون معطلی بریم برای بازی. بچه من این بازی رو 100 بار بازی کردم، برنده شدم. میایم اینجا میشینیم، اینو میزنیم. اینو که برداشتیم بچه ها، هدف ما تو این بازی اینه که هر چیزی بعد از این بازی فرار کنم. قیسی هم هست. هر موقعی که هر چیزی، هر کشویی، هر دری شاید کرد هر کشویی، هر چیزی و دری، هر چیزی سبدی که گاب صندوق هر چی رو باز و بسته میکنی باید اونو ببندیم. الان همین کشوها رو من دارم میگردم، بعد اینا رو چیزشون کنیم، همشو ببندم. خب کشوری که گشتم یه دونه قیچی بود که نمیدونم قیچی به چه درد نمیخوره. همیشه من بدون قیچی فرار کردم. ای بابا این چیه؟ خب میایم اینجا، بذار صداش بلند کنم. این افتاد اینجا. باید یه دستکشی باشه زیر این میز نیست. زیر این چی؟ زیر این هست. بله زیر این دستکش رو که برمیداری میای اینجا روی دستش کلیک میکنی و میای کلیدو برمیداری. ای بابا کلیدو برمیداره. میای اینجا اینو بازی میکنی و اینو برمیداری، اره رو برمیداری، در رو میبندی و میگم چیز رو میبندی و میایم اینجا. چیزی نیست نه. میایم اینجا اینو بازی کنم من. وای بدبخت شدیم، سر صدا شد. بودو اینو بردار. بچه من میتونین موقعی که این سر صدا ها اومد این زمان نشون میده باید اون بیاد دیگه. تا موقعی که میاد من حسین برم اونجا بشینم. این خیس شده میام این دستمان رو خیسی کنم. بدبخت شده اومد بدبخت شده اومد. نهاش کنیم ما. الان اگه من مثلا همین کشوهای همین جعبه رو باز گذاشته بودم به من شک میکرد، میومد منو میکشت. ولی الان که هیچی رو باز نداشتم شک نمیکنه و میره. دیدین؟ الان فرض کنین همین سبده با همین جعبه چمدونه باز بود، به من شک میکرد و میومد منو میکشت. خب رفت. میتونیم بریم در باز کنیم. در باز کن بدونم بریم. خب اینو باز کن. ای بابا بازش کن. اینو پاک کن. 766 می نویسیم اول. 700 این 6 اینجا هم 6 بشه. نه پس نشد. پس اینجا 6 این 7 باز شد. بازش کن. یک کلید رو برمیداره. این گالدر با صندوق رو میبنده. اینجا یه دونه چیه؟ فیوز رو برمیداره. بچه موقعی که این کلید واسه این دره، بچه موقعی که در واسه میسه بد خیلی قراره ببینیم. میسه خیلی 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 بد قراره ببینیم. آماده این بریم ببینیم. بزن بریم. یک دست تو شما رو نبین. نه نبین. ای بابا. خب میام اینجا. ای بابا چرا میشینی همش؟ باز کن. بزن کنترل ببین.
میای اینجا اینو برمیداری پا میشی. اینجا یک کلیده، این کلید برمیداری، این کلید واسه اون دریه که قراره فرار کنه. اینو میبندیم، رفتیم تو دیوار. اینو بازی کنیم، اینو میزنیم و اینو میذاری سر جاش. خب دیگه چیکار کنیم الان؟ باید ای بابا میان جا. اینو میبندی، اینو میبندی. نه ای بابا چرا اینو بستم؟ خب ای بابا الان یه صدایی در میاد، بدبخت شده. پاشو. خب رفت. خب ما میایم اینجا، میبینیم که بله، ببینیم که اینجا یه دونه پیشگوشی اومد که اون چیزو درست کنه، همون فلکلی که ما باز کردیم درست کنه، اومد اونجا یه دونه پیشگوشی جا گذاشت. میام اینجا اینا رو بازی کنیم یواش یواش. همین کنترل رو میدیم بالا. خب بچه اینجا کاریزه خیلی سخت باشه. لگ زد. اینو بذار، کلید کن، کلید اینجاست، کلید برش جا. اینو بردار، باز کن. خداحافظ. تموم. خب بچه 7:44 دقیقه واسهتون رکورد کردم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.